با دقت باشین جوانها. خسرو زنی داشت به نام شیرین و بار میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت به این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. بین شوهر وقتی که به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چگونه؟ گفت تو یک ماهیگیر گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت این خیر می شود زللی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند تو اگر 4000 تنگه به او دی میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همان ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه شریفته شد و گفت راست میگویی. گفت من الکی مال را تسلیم کردم بی ادبی میشود که وی خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه. گفتی نه یک کار میکنیم الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس بگو برای من ماده در کار. اگر گوید ماده هست بگو نر من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثی هست نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش دین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون میگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چه عملی نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت نگذاشت که یک غلام تو همون تمیک زرده همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدم ممسک بوده است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد من تو را 8000 تنگه دادم اینقدر وزنی نگفت برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت زیادر بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد گفت 4000 تنگه دیگر ده. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند رفتار میکند در عوض یک دو زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند،
زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی‌هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سرخراجات و بی‌معنی که در خانه ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند. اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبر خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدند کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دست ها. اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیاید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق و فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنین، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند
و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنیم. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند. اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست میگوید. این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمی آورد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت می آورد. یک مصیبت شامل است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شامل است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملک‌های غریبی کار کرده ایستادند. در اطراف بعضی از سوالها میبخشم و جمعه آینده خدا خواسته باشد از همین فضیلت ماه مبارک چیزی برای شما بیان کنم به خاطر این ماه و بعدا انشاءالله در باب زکات صحبت میکنم. پیش از آنی که به این سوالها من جواب گردانم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حبیب خدا گفتند اگر کسی که این ماه مبارک رمضان که الحمدلله انشاءالله روز یک شنبه آغاز این ماه مبارک است، اگر کسی که از این روز این ماه مبارک ایمانا و احتسابا از روی ایمانداری، از روی اخلاص اگر روزه دارد، غفر له ما تقدم من ذنبه. حبیب خدا گفت تصور کند که پروردگار تمام آن گناهایی که مقدم پیش انجام داده بود الله همگی را مغفرت میگرداند. تمام آن گناهی که شما از رمضان گذشته تا این رمضان انجام دادید، پروردگار میگوید اگر این ماه را شما به خوشنودی پیشواز گیرید، از آمدن این خوشنود شوید و این از روی ایمانداری و اخلاص اگر روزه گیرید، الله یک ساله گناههای شما را مغفرت میکند. خیلی بشارتی بلند است، خیلی مکافات عظیم پروردگار به خاطر این ماه مبارک به ما و شما نصیب میکند. در حدیث آی رسول اکرم میگذارد الصلوات الخمس، از نماز، از یک نماز تا نماز، الجمعه الى الجمعه، از جمعه تا جمعه، الرمضان الى الرمضان،
از یک ماه رمضان تا ماه دیگری رمضان مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. از رمضان تا رمضان پیغمبر خدا میگه مکفراتون، این نابود کننده گناه های شما هست. اذا اجتنبت الکبائر، اگر دیده و دانسته تو گناه نکرده باشی، اگر تو قصدن گناه کرده باشی، این البته بخششی بین رمضان داخل نمی شود. اگر مبادای از تو گناه سر زد که نفهمیدی، یا از روی نادانی بود، از روی جهالت بود، الله در این مدت یک ساله همش می بخشد به خاطر این ماه رمضانش. از این خاطر ما باید که به در آمدن این ماه مبارک خیلی خوشنود باشیم، زیرا دوستان خدا حتی که این ماه را تمنا و آرزو میکردند که خداوند ما را به این ماه مبارک رساند، زیرا اونها از ثواب و اجر این ماه درکدار بودند. از این خاطر خیلی در این ماه حرکت کننده باشیم، کاری کنیم که این ماه از ما و شما بیهوده صرف نشود. الحال من اعلان ماه مبارک برای شما کرده ایستادم. زود است والله که زود است که این ماه از ما و شما میگذرد. باز یک روز اگر حیات باقی باشد از همینجا اعلان میکنم که برادران عزیز فردا عید است، بسیار تیز میگذرد. از این خاطر حبیب خدا گفتند من لم یدع قول الضر والعمل به فلیس لله حاجة ان یدع طعامه او شرابه. حبیب خدا گفت کسی که در این یک ماه مبارک رمضان سخن دروغ، غیبت، بهتان اینها را ترک نمی سازد، پروردگار حاجت ندارد که وی خامی نوشد، خامی خورد، به روزه او دیگر پروردگار هیچ حاجتی ندارد. یعنی شما در این یک ماه مبارک رمضان، انشاءالله من جمعه آینده که یک مفصلا برای شما اینو بیان میکنم، لیکن تا جمعه آینده که چند روز از این رمضان میگذرد باید خیلی با احتیاط باشید. حتی در حدیث ها رسول اکرم گفتند اگر یک نفر شما را دشنام دهد فقل اینی صائم، در جوابش دشنامش نده، بلکه بگو من روزدار هستم ای بنده خدا، من روزدار هستم. حتی در گویم که گوینده دشنام شما باید که دشنام ندهیم، بلکه گوییم ما روزدار است، ای ما روزدار است. بسیار با احتیاط باشین. این یک فضل پروردگار است که اگر خداوند ما و شما را در این ماه زنده نگه دارد، بسیار یک ثوابی خیلی زیاده دارد. و در این یک ماه مبارک اگر شروع کنیم از سحرخوری که حبیب خدا گفتند تسحروا فإن فی السحور برکة، شما سحرخیزی کنید، شما سحر خوراکی کنید، یعنی سحر آن طعامی که تیار میکنند آن طعام ها را استفاده برین، زیرا که در سحرخیزی این برکات است. یعنی شما اگر مبادای قوت داشته باشین که تا بگاه چای ناخورده و خوراک ناخورده استادگری کنید، این هم رسول اکرم گفتن ثواب ندارد تا زمانی که تو سحرخیزی نکنی. باید شما سحرخیزین، از چیزی که نباشد، حتی یک لقمه هم که باشد خورید و بعدا از اون می توانید که شما اگر صبح ندمیده باشد شما خواب کنید تا صبح دمیدن. لیکن اگر سحر برای سحرخیزی نخیستی در این برکت نیست، در این روزه تو فیض نیست، گفتن پیغمبر. حتی که رسول اکرم گفتن فرق بین رمضان مسلمان ها و بین روزه اهل کتاب فقط در سحرخیزی هست. فرق بین روزه ما و فرق بین روزه نصرانی ها فقط در سحرخیزی گفت که اونا در سحر نمیخیزن، مسلمان ها باید در سحر خیزن. باید شما سحرخیزی کنید، اگرچه یک پیاله آب چای هم که باشد همون نوشیم برای خاطر برکت و فیضش.
برای خاطر سخن حبیب خدا که امر دارد که شما سحرخیزی کنید. لیکن بسیار دادرای عزیز و پدرای مهربان، این ماه خیلی ماه نازک است. نازکی است از جهت چی است؟ که از جهت شما خیلی با احتیاط باشین در خوردن طعام ها، که باز برای یگان دشمن دین و اسلام دستک نشود که این ماه رمضان همش درد و همش بیماری می آوردگی است. شما در خوردن همون طعام هاتان خیلی با اهمیت باشید که طعام های گرم قطعی شما چه از قسم سحر چه از قسم بیگاهی روزه شکاری کنید و روزه داری کنید. فقط با طعام های گرم. وقت خودش خنک شده است از طعام های خنک، از هر گونه طعام های گوییم که اگر یگان شب مانده و دیگر استفاده نبرید، شاید که اونها سبب شوند و شما بیمار شوید. بعضی بعد نامسلمان های وجود دارند که این روزه خودش چی است؟ روزه خودش البته پیدا کننده بیماری گفته برای خودش یگان دستک تیار میکنه، یگان دلیل تیار میکنه. حالان که زمانی که حبیب خدا صوموا تصیحوا گفت شما روزه گیرید، در ماه مبارک رمضان شما تندرست میشوید. روزه سر به سر شفا هست، سر به سر تمام دردهای شما را نابود میکند. در گزیت خوانده بودم که چندین همون دکترهای خیلی گویم پیش قدم امریکا همون بیماری هاشون را با طریق روزه داشتن تبابت میکردن، که زیرا که حبیب خدا گفتن سرچشمه همه دردها این معده هست. وقتی معده که پر شد همون بیماری ها را تولد کردن میگیرند. اما رمضان این معده های ما و شما خالی هست. و این خاطر حتی سحر هم شما خوراکی زیاد استفاده نبرید. بذار که تا که در بین روز است، در قسم بیگاه است، کمی گرسنگی بالای تو غلبه کند، اون به فایده جسم تو حل می شود، به فایده بدن تو حل می شود. برای همین در خوردن طعام هاتون خیلی با دقت باشیم. لیکن یک جای دیگرش خیلی جای افسوس است که بعضی برادرای ما و شما قسم بیگاه میبینی وقتی که کشادن روزه می شود با ناس روزه شان میشکایند. بیگاهی می شود، اول کشایش روزه را که رسول اکرم گفتند با دو چیز می شکایدن، یکی خرما، اگر خرما که نمیشد خرمای تر، اگر خرمای تر نمی یافتن خرمای خوش، خرمای خوش که نمی یافتن بعد به آب می کشادن. از این خاطر امروز انشاءالله در بسیاری همین مسجدهای ما و شما بچه های گویم سخاوتمند پیدا شدن که مثل این مسجد ما هر سال چندین همون خرماهایی که الحال در فروش هستند میارن، مردم یک دانه‌ای به همون میشکایند. برای این بهترین صورتش با همونها شکایین. شما کار کنین که در این یک ماه حتی همون نازکشی و سیگاریت کشی که دارین اینا تماما دور کنین. این حرام کرده های پروردگارند. شما با حرام کرده های الله روزه هاتون نشکایین. و در نمازهای تراویح، در نمازهای تراویح هم همون امام هایی که البته وجود دارند نه آنقدر سراسیمه نمازهای تراویح را خوانند، نه تیز و گویم نه آنقدر گویم ملایم هم. چگونه ای که رسول اکرم در حدیث های مبارک میگوید هر وقت هایی که یکی از شما امام شدید فلیخفف، باید که نمازها را سبک خوانید. فإن فیهم الصغیر و الکبیر و السقیم و الضعیف و هر گونه یاد می شود. زیرا اینکه در این جمعیت های شما پیران سالا هستند، در این جمعیت شما بیمارا هستند، در این جمعیت شما خردسالا هستند، در این جمعیت شما کسانی هستند که گویم یگان کار دارند، یک شتاب دارند. از این خاطر گفتن نمازهاتون سبک کنید. لیکن نه اونقدر سبکه که دیگر گویم حتی همون تلفظ حرف ها مشاهده کرده نشود. یعنی همون حتی همون تلفظ حرف ها براید، یعنی قرائت یا همون قرآن من طبق تجوید قرآن شود. این حالت انشاءالله در نمازهای ما و شما یگان نقص کمبودی پیدا نمی شود. انشاءالله این جمعهش اینقدر برای ما و شما کفایت میکند. جمعه آینده خدا خواسته باشد در اطراف این یک ماه مبارک برای شما صحبت انشاءالله انجام میدهم.
از 13 اوگوست 2006 شهر دوشنبه مجلس شورای علمای جمهوری تاجیکستان قرار میکند. یعنی چند چیزی را که مجلس شورای علما پیشنهاد کردن من به سمع شما میرسانم، زیرا که من هم در حضور مفتی بودم. هر روز همین ها را برای ما دادن که در بین مردم خوانده دهید. ماه شریف رمضان از 24 سپتامبر روز یکشنبه معین کرده شود. لایحه تقویم رمضان ترتیب داده شده قبول کرده شود. یعنی روز یکشنبه ما باید که روزدار باشیم. شما هر کدام دیگه ملاگی و صوفیگی و شیخی تا طرف مانید، همین روز یکشنبه روزه هست. حتی در حدیث های رسول اکرم همین سحر خواندم که کسی که یک روز یا 2 روز پیش از رمضان روزه میگیرد و در نزد پروردگار گناهگار است. همین روزی که معین شد روز یکشنبه، همین روز یکشنبه همگی روزه میگیریم. دیگر همین پراکندگی و فلانی فلان کرد، فلانی فلان گفت، این فلانی را بگذاریم یک طرف. بس از همین پراکندگی و بس از همین نافهمی هایی که در بین ما داریم. هر چیزی که اینا قرار کردن جوابگر خودشان هستند. دوم، نصاب زکات 5000 سامانی معین کرده شود. از این مقدار 125 سامانی زکات دادن لازم است. تا امروز $1000 بود، امروز از بس که طلا که قیمت شده است گویم که نصاب زکات بلند برداشته شد. قریب از $1,500 الکی آدم سومدار زکات میدهد. یعنی 5000 سامانی 125 سامانی باید که زکات دهد. صدقه فیتر موافق معیار شرعی 1 کیلو و 822 گرم گندم یا با قیمت امروزه بازار 1 سامانی معین کرده شود. یعنی اثر هر یک نفر 1 سامانی صدقه فیتر میدهیم. انشاءالله این واجبی هم از گردنمان بیرون کرده می شود. و شعبه فتوای مرکزی اسلامی سفارش داده شود که موعظه های امام خطیبان را بررسی و مکمل نموده با تمام خطیبان مسجد جامعی جمهوری رسانند. ختم قرآن در ماه مبارک رمضان موافق نقشه شورای علمای جمهوری گذرانیده شود. یعنی در بسیاری مسجدها ختم قرآن گذرانیده می شود. انشاءالله در این جایهای ما و شما هم این ختم قرآن ساعت دارد می آید. در ما و شما هم باید که با ختم قرآن گذرانیده شود. مقصد از ماه رمضان هم این ختم قرآن است. این ختم قرآن در مسئله فقهی حتی که مردم بیمارند بیمار نباشند گفته باید ختم قرآن کرده شود. انا این یک گویم که پیشنهاد رئیس شورای علمای جمهوری تاجیکستان بود. یعنی از این انشاءالله ما و شما همیشه امروزه موضوعمان که از 24 سپتامبر ما و شما باید که روزدار باشیم. و در قسم سحرخیزی در اینجا یک تقویم هم برآمده است الکی در فروش است. اول روز از 4:28 شروع می شود. بعد آهسته یک روز در 2 منوت، یک روز دیگرش 1 منوت. همین خیلی میده کم کردن میگیریم. از این طرف از طرف شام باشد 6:28 است. آهسته باز چی میشد پس شدن میگیره 6:26 6:25 هم طرفتن میگیریم. یعنی این با تقویم با چیز دوشنبه راست کردگی است. در ما و شما یک 5 دقیقه فرق کننده است. بسیار بر وقتی بدم نخیزیم. بعضی آدمی هست که در ساعت 3 میخیزد، سال در ساعتهای 2 میخیزند. اینقدر بر وقتشان چی در کار؟ حضرت زید ابن ثابت میگوید تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک بار با پیغمبر خدا سحرخیزی کردم. ثم قمنا الى الصلاه. بعد از آن نماز بامداد رفتیم. قیل کم کان بینهما. حضرت زید ابن ثابت پرسیدن وقتی شما با پیغمبر در نماز بامداد رفتین همون بین سحرخورک پیغمبر و بین نماز پیغمبر چند فرق کننده بود؟ قال بینهما 50 آیتن. گفت 50 آیت میخواندی که صبح میدمید. یعنی اینقدر دیر حبیب خدا چیکار میکردن؟ سحرخوری میکردن. شاید 50 آیت در 10 دقیقه یا 15 دقیقه، اینا 20 دقیقه خوانیم. اگر 20 دقیقه به صبح حکیمان چی است؟ ما و شما این حالت سحرخورک قطع میکنیم.
این از قاعدش. اینقدر دیری بدم بر وقتی بدم گرفتن ما و شما هیچ حاجت ندارد. و از قسم بیگاهی هم حدیث قدسی است که احب العباد الی اعجلهم فطرا، پروردگار گفته است دوست داشته ترین بنده به سوی من همون بنده هست که بر وقت روزش می شکاید. ببین در بسیاری جایها پیش از نماز روزه شکایی است، بعد نماز میخوانند، درست است با که ندارند. شما هم میتوانین که اگر مبادایی که در مسجدها اگر حضور داشته نباشین یا حضور نداشته باشین، این حالت شما روزه هاتون شکایین، بعدا نماز هاتون خوانین. این الله گفته دوست داشته ترین بنده به سوی من است. زیرا شما در اصل اگر در نماز هم که قائم باشین همه خیال شما به سوی طعام است. از این خاطر شما روزه هاتون شکایین، خاطرتون از طرف طعام جمع کنین، بعدا نماز خوانین، این ثواب است. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، التماس با سوال من جواب گویید. نماز قضای همین روزه را در مسجد جماعت خواندن با امام درست است یا نه؟ درست است. اگر همین روزه نماز قضای جماعت باشد در مسجد، اگر با جماعت خو پیشین باشد یا قومی هستند در مسجد نماز میخوانند، همگیشان گوییم که نماز پیشین قضا کردند. این حالت اگر همگی با جماعت در مسجد اگر همون قضای پیشین خوانند درست می شود. لیکن دیگر روزه هاش در مسجد ما قضا را جماعت نمی کنیم، زیرا خود قضا کردن گناه است. باز وای وقتی در بین مردم نشان میده که من قضایی خوانده ایستادم، یعنی گناه خود آشکار در بین مردم نشان داده ای، اینش الکی صاحبان کتاب اجازت نمیدهند. زنها میتوانند که نماز تراویح یا این که نماز 5 وقته را جماعت خوانند اگر امام زن باشد. در آخر سلامتی بر شما از خدا طلب دارند. یعنی در این ماه مبارک اگر یگان زنی گویم با فهم و زنی گویم که از مسئله و مسائل درکدار باشد، خوب می شود که اگر یک جماعت آراسته کنند و زن در حالتی که پیش می درآید مثل مردها پیش نمی درآید، در همون صف اول می ایستد، نماز تراویح همون زنها را خوانده می دهد. یعنی بعد چه از پیش چه از بعد او اگر بین زنها گویم باز یگان موعظه ترتیب دهد و زنها را گویم از همه حکمهای پروردگار خبر دهد، این انشاءالله یک تعلیم و درس است. اگر چنده که نماز 5 وقته را برای زنها در مسئله فقه حنفی کراهیت گفتند، لیکن اگر جماعتشان کراهیت هم که داشته باشد، لیکن پهلوهای ثوابشان خیلی زیاد است، خیلی خیلی زیاد است. از این خاطر می توانند زنها که در این ماه جماعت ترتیب دهند، یگان زن عالمه را پیش درارند، همون در صف اولشان نمازشان خوانده دهد، خوب است، این نیک است. لیکن در برابر این باز چیکار کنند؟ باید که چیزی به مردم رسانند. السلام علیکم دولای محترم، اگر انسان آرزو و هوس بای شدن داشته باشد یا دعا کند، او را خداوند بای میکند یا نمیکند؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک میگوید کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، همه چیز به تقدیر وابسته است، حتی زیرکی و حتی گویم سادگی آدم هم. بعضی آدم ساده می شود، همون به تقدیر وابسته است. بعضی آدم زیرک می شود، همون هم در تقدیر زیرکی بوده است. حبیب خدا گفتن وقتی شما 4 ماه در شکم مادر هستین، 4 چیز ملائکه ها می نویسند. یکم چیزی که می نویسند رزق تو را بای می شوی، اگر نکشیده باشد بای نمی شوی. چیزی که در تقدیر، این را به آرزو و به هوس پیدا کردن ممکن. حضرت ابوبکر صدیق گفتن 3 چیز از 3 چیز یافتن ممکن نیست. 3 چیز را از 3 چیز یافتن نمی شود. یکم گفتن جوانی را برنگ و بار، یک آدم 50 و 60 می رود، بعد دیگر ریشه پس می تراشد و موی سر سیاه می کند و
بعد کستون و بروکای بهترین، همون توفلی های قیمت هم میپوشد، 1000 که کند جسم تو را پیر است. تو ظاهرت اگر چنده که نو هم باشد، تو را داخلت کهنه است. رهگردی تو را نشان میده تو پیر هستی. حضرت گفتن با رنگ و بار آدم جوان نمی شود. هر جوانی که از این جوانی را خدا خودش به رنگ و بار زینت دادگی هست. برای همین 3 چیز را از 3 چیز یافته نمی شود. دویمش چی است؟ گفتن تن صحت را با دارو پیدا کردن نمی شود. یک بار سلامتی را از دست بده، 10 اگر کورس لیچینی بگیر دیگر فایدت نمی کند. یک دم یک نابود می شود، لیکن باز اونجا در من باقی ماندگی هست. اون چیزی که خداوند اون بهترین سلامتی را که در اول داده بود وقتی که از دست رفت دیگر رای برقرار به دارو نمی شود. سوم گفتن بایی حضرت ابوبکر به هوس و به گویم خواهش پیدا نمی شود. یک آدم بایی میبینی همه شرایطاش بهترین و بعد هوس خوری که ای بایی را ببین چی گونه از. گفته اگر 1000 هوس که خوری تا در تقدیرت الله بایی را نکشیده باشد بایی نمی شوی. برای همین اولا دادر عزیز گویم اگر مقصد من خواهی بایی را طلبم نکن. انشاءالله همین خداوند به تو آنقدر مال دهد که تو همین طلبنده نباشی، در بدر نباشی، خار و زار نباشی، همونش انشاءالله برای تو بردباری میارد، همونش کفایت کننده است. همین آدمای بایی که میبینین بهترین لباس و بهترین ماشین و بهترین خانه دارن، فکر میکنین که یگان پرابلم ندارن. اونا خیلی گویم باز خیلی سرگردانی هاشون زیاد است. برای همین میلش ما هیچ وقت مثال بایی را گویم طرفدار نیستیم، نه، بلکه این خداوند دادی خداوند است. یک کس بای میکند، یک کس کم بغل میکند که خوش به حال همون بایی که از همون دولت و سهولتش دیگرها را برخوردار میکند، خوش به حالش. بسیار نیک است همون بای هایی که اگر در کدام محله که بای زندگی داشته باشد و همون محله از حساب آب و نان او برخوردار باشد، خوش به حالش. لیکن بای ممسک باشد، بای بخیل باشد، بایی که کسی یک تنگه او را نبیند، این بای درد سری وی است باور کنید. این بای با او هیچ فایده نمی بخشد. یک قصه یادم آمد، در گلستان خوانده بودیم. یک کمبغل بیچاره میگوید نزد حضرت موسی آمد و گفت ای موسی، گفت همین کمبغلی بسیار افگارم کرده است، آخر دایم همین خوردنی نسک و نخود چند دیگر طاقت نداریم. گفت بگذار پروردگار بایم کند آخر از گوشت گوسفند و از تمام این بهترینی طعام هایی که دارد برخوردار شوند. حضرت موسی گفت ای بنده خدا، گفت همین حالی که داری بسیار حالت خوب است. گفت ای گفت دعا کن، دعا کن. گفت که مرا پروردگار به دولت کند. دعای پیغمبرها تیری در نشان رسیدگی هست. حضرت موسی دعا کرد که پروردگارا، گفت همین بنده تا به دولت بگردان. میگوید چنان با دولت شد که دیگر هیچ حد کنار نداشت دولتش. از بین یک 3-4 سال گذشت، این برادر در آخر از ما طلب کرد از دعا کن که دابلا من بای شوم. کسی بود از خیلی از من دعای حضرت موسی را بین و این حال این مرد ببین چی شده است. برای من دعا میکنم که خدا ترا رزق کفایت کننده دهد. از من 3 سال گذشت، میگوید حضرت موسی با یک قشلاقی گذر میکند که مردم زیاد جمع شدن. گفتن اینجا چی معرکه هست؟ یک آدم اگه در دار میکشن. در دار میکشن؟ بله. کی است این آدم؟ این آدم یک آدم بیچاره گدا بود. نزد حضرت موسی رفت، دعا کردن. اون چه پیغمبرها را نمیشناختن مردم. نزد حضرت موسی رفت، حضرت موسی در حقش دعا کرد، به دولت شد. بعد که دولت و سهولت زیاد پیدا کرد، در حال دستی به زنا زد، عرق نوشی کرد و زنا کرد. در بالای زناش دستگیریش کردن، امروز حکمی به دارش دادن. آی بایی هر کس هم نمی پروره. خداوند میداند که کی را بای کند، کی را کم بغل کند. همه جسم ما را میداند که تا چه اندازه ما تاب آوریم.
آیا همین جسم ما تاباور بایی دارد یا ندارد؟ و الله میداند اینه. بعدا حضرت موسی بسیار غمگین شد، نگاه کرد که این مرد را که دعا داده بود برداشتن و در گردنش بنده و در دار کشیدنش. غمگین شد. میگه حضرت سعدی میگه که یک ندای آمد به گوش حضرت موسی که با یک طریق نظم که از جانب پروردگار که آن کس که توانگرت نمیگرداند اون مصلحت تو از تو بهتر داند. ای حضرت موسی، پروردگار از تو در دیده بهتر میداند که کی را بای کند کی را کم بغل سازد. الله این نقصتر میداند. گویم تو دعا کرده و امروز انا بنده خدا را بین در کدام حالت آمد و برای پروردگار مشورتی و مصلحتی لازم نیست. الله خودش میداند چیکار کند. در دوام گفت گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی. این گربه را گفت پروردگار گفت ای موسی نگاه نمیکنی چرا پرش نمیتیم؟ این پر ندارد، با بازم بی پریه که هستی دارد در زمین گویم که گنجشک از داشته میگیرد. وقتی اگر این را ما پر میدادیم در آسمان دیگر پرنده نمیمان. آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی آدمی را نزد خود نگذاشتی. اگر ای موسی این خر بین با این به شاخیش آدم نمیماند نزدیک شود. اگر باز دو شاخی دیگرش میدادیم از پیشم هجوم به آدم میکرد از پسم به پایهاش میزد. برای همین پروردگار هر یک چیز میداند که چی گونه آفرد. برای همین دادر عزیز ما در حق تو دعا کردن نمیتونیم که خدا تو را بای گرداند، لیکن خدا دعا کن از پروردگار. اگر بسیار حوث بایی را داشته باشی دعا کن انشاءالله پروردگار تو را ناامید نمیگرداند. اگر بسیار حوث مالدار شدن داشته باشی. لیکن یک حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. پروردگار در جسم نظر ندارد، جسم تو تا چه اندازه بلند است پهن است نگاه نمی کند. پروردگار نگاه نمی کند چقدر تو مال داری، بلکه الله در عملها نظر میکند. الله در دل تو نظر میکند. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب ولكن یعطی الایمان الا من یحب. خداوند مال میدهد گفت پیغمبر خدا، چی دشمنش باشد چی دوستش باشد هر کسی باشد مال میدهد، لیکن ایمان پروردگار فقط دوستاش میدهد. السلام علیکم اکای دوملا، چند سوال دارم. یکم، بعد گرانیدن مرده دلیل میمانند برای مرده، این جایز است یا نه؟ جایز نیست. یعنی بعد وقتی که از خاندان ما و شما خواه پدر باشد خواه مادر باشد خواه کدام اولادی نباشد گوریستان میبرین، بعد او در همون جایی که ویا شستن بسیاری اینا بسیارتر در همین سکسیه هایی که مردم زندگی میکنه بسیارتر در همون جا که در خانه که میشویند در همون جای شستن شمها گریان میکنن. این از ما نیست، این از نصرانی ها هستن. آخر در ما و شما دلیل ماندن آدم گناهگار میسازد. این دلیل بهر چی میگذاری؟ این چی معنی دارد؟ دلیل تو فقط این است که 2 رکعت نماز در حقمون پدرت است مادرت است خوان، 1 ورق قرآن خوان. این از دلیل مردم مسلمان. شمگذاری و دلیل گذاری این حرام است در اسلام. آیا علم دنیا ضرور است یا علم اسلام؟ و ما گفته بودیم که
علم دنیا هم علم خدا هست، علم آخرت هم علم خدا هست، همش علم خدا هست، هر دوش ضرور است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما آن کسی است که قرآن میخواند و قرآن با دیگرها تعلیم میدهد. لیکن در داخل قرآن ما علم دنیا هم وجود دارد، مردم به علم دنیا پروردگار میخواند. از این خاطر این سوالهای دیگر علم دنیا باید در بین مردم ما دیگر هیچ وقت صدا ندهد که علم دنیا گویا که علم نادرکار باشد. باور کنین خیلی پس بودن ما و شما را نشان میدهد، تحقیر کردن همین دین اسلام نشان میدهد. کسی که گوید علم دنیا این علم بیکاره و علم باطل و علم کافر است، این گونه سخنها میگفتند. با یک آدم خیلی گویم با سواد وقتی که یک جا نشستیم وای گفت که من شرط نیست نامهاشو نگیرم، من از فلان آدم ناراضی هستم. گفتم برای چی ناراضی؟ گفت وای ملا بوده است، گفت با یک انسان نگاه کردم که با زبان روسی سخن میرانه. گفتم با زبان روسی سخن راندن این ثواب است، زبان دانستن این ثواب است. گفتن نه، گفتم بلکه زبان دوزخی ها گفتن زبان روسی هست. این در یگان پارچه همین کتاب فارسی خوانده است، اون کدام دشمن اسلام نویسانده است، این بیچاره برای خودش دلیل کرده گشته است که زبان روسی را دانستن گناهگار می شود آدم. امروز هم ما و شما قریب که سفری به دولت‌های روسیه داریم، اگر زبان همون دانی تو، آیا برای تو کارت سبک نمی شود؟ و برای چی گفتن که زباندانی جهاندانی است؟ اگر امروز شما حج می روین به مکه مکرمه، اگر زبان عربی را دانین میدانین چقدر سبکی برای شما می شود. امروز باید ما و شما تبلیغ کنیم فرزندهامون، تمام شرایطاشون مهیا گردانیم که امروز زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان تاجیکی و زبان روسی را از خود کنند. حتمی و ضرور است، اینا به نهایت ضرورند و در این مسئله خیلی کوشش کننده باشیم. اگر خواهیم همه شما، من باوری دارم که همه شما امید داریم که فردا از همین بچه هایی که داریم راحت بینیم. اگر خواهید که راحتی بچه هاتون نبینین، امروز در خواندن اونا بسیار با دقت باشین، بسیار با دقت باشین. همه آن چیزی که برای او مکتب او گرفتن علم دنیای او ضرور است تأمین کنین. حضرت مولوی رومی خدا رحمتش کنه گفت گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه، آموزش ای برادر قرآن و خط و پیشه. میخوای که حال فرزندت خوب شود، میخوای که همین بچه تو از تلبیدن و از خار و ذلیل و از گویم یک کارگر عادی که در دست ملت های دیگر کار میکند خلاص شود. میخوای گفت اگر خواهی که بچه تو از این گونه حالت های وزمین خلاص شود و خدمتگاری در تو شود، گویم زندگی تو را پیش می بردگی شود، فرزند سه چیز آموز: قرآن و خط و پیشه. قرآن خوانش کن، بعدا خط خوانش کن، یعنی مکتب خوانش کن، پیشه که یگان کسب را بیاموزش، یک کسب را برای او بیاموزان، چی کسبی که نباشد. در دوام گفتن زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. گفتن پیشه را بیاموز بچه تا، یگان کسب برای او بیاموزان، مهنت کن. اگر مادام مهنت نکردی و بچه را کسب ناموختی، این حالت در دستی او بیل و کلند و تیشه دی. چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه در و پشته. حضرت گفتن مادامی که خط خوان نشد، علم دنیا را هم نگرفت، کسب و کارم نآموخت، قرآن خوان که نشد، این حالت در کوه یا پادبان کن در همون کوه در و پشته،
پادبانی کرده گشتن گیرد. برای این بسیار بسیار امروز ما و شما باید که کوشش کننده باشیم علم دنیا نگوییم دیگر، همش علم اسلام است. علم دنیاش هم علم آخرتش هم همه اینها از قرآن ما و شما هست. همه ما و شما باید خواننده باشیم. من در یک جمعه گذشتم گفته بودم که این دلیل دارد که چی فرزند ما در مدینستود میخواند، چی بچه ما در مفتیات درس اسلامی میگیرد، در ثواب برابر هستند. امروز جامعه ما اگر به طبیب آند آیا خراب نمی شود؟ برای همین از همه مهم برای ما و شما امروز که فکر همون آینده فرزندهامون الحال کنیم، مکتب خوانشان کنیم، در مکتب ها فعال باشن، همه آنچه که لازم است تأمین کنیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. اولا از خدای تعالی دعا میطلبم که عمر شما را دراز و پربرکات گرداند. و من سوالی دارم به شما. ما در محله همون مسجدی داریم که در مسجد کدام وقت خواهند نماز میخوانند. بسیار وقت نماز شام و خفتن میخوانند. ملای داریم که ملای شیربرینج است و امامتی میکند، سوره ها را با تجوید و با ترتیل قرآن نمیکند. خلاصه من راضی نیستم از او. وقتی نماز اگر از مسجد از آن گویند، من میتوانم که نمازم را در خانه خوانم. خواهش میکنم حتمی جواب گردانید. البته مثال اگر پیشوایی که گویم که آیت های قرآن درست نخوانند، آخی پیشوایی افسوس که امروز برای پیشوایی مردم تلاش دارن و لیکن برای آن مسئولیتی که امام دارد و حس نمی کنند. تلاش برای ملا امامی دارند، میخواهند که ملا امام شوند، میخواهند که مردم همچه بابای ملا گفته حرمتش کنه و لیکن بیچاره خواهش نداره که علم گیرد. و تو همه وقت اگر خواهی که تو را بابای ملا گفته و این محراب تسلیمت کنند، تو علم آموز، تو قرآن با درست خوان، درستتر خوان، از علم آگاه شد، مایلش آخه همین محراب نصیبت کنند. یکی وقتی که میبینی بعد رمضان نزدیک شد، بعد یکی ملاها از هر جانب پیدا شدن میگیرند. برای همین میبینیم که کدامش نادرست میخواند، کسی غلط و خطای او را گرفته میتواند از پس او نماز خواندن درست نمیشود. برای همین شما در خانه نه بلکه در دیگر مسجد رفته نماز تا نخوانید. محرابا هم گوییم که قریب که امروز باور که صاحبای خودشون ندارند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. یک سوال دارم. اگر در وقت پیشاب کردن آب همون از پشت مرد میریختگی ریزد، با پیشاب این به زنا داخل می شود یا به غسل جنابت؟ التماس با این سوال من جواب. نه، این نه غسل جنابت می شود نه زنا می شود. وقتی همون آبی که از آدم جدا می شود با همراهی پیشاب یعنی در زمین می ریزد، این نه غسلت مثال برای تو فرض می گرداند، نه این حکم زنا را دارد، بلکه این یکم بیماری هست که در وجود تو پیدا شدگی هست. این سبب نه زنا است نه غسل جنابت. این در بسیار مردها می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاجی محترم. خدا شما را و تمام مسلمان های روی دنیا را در فنای خود نگه دارد. آمین. داملای عزیز، من یک سوال داشتم. من قریب که نیم ساعت در حاجتخانه خود را خاک کرده طهارت کرده، وقتی که من نماز را نیم میکنم از مخرج پیشاب میچکد. این حالت در هر یک نماز رخ میدهد. من در هر یک نماز طهارت میکنم. آیا نمازهای من درست است؟ این طی 2 سال از مرا ناراحت میکند در نماز خواندن. چه مصلحتی میدادید؟ خدا یار و مددگار شما باد. در آخر در حق فرزند من دعا کنید تا که حافظ قرآن و مثل شما پیشوای خوب و حقیقت جو باشد. یعنی این برادری که بیمار است، این سلسل باول میگویم، همیشه پیشابش میریزد، اینا در هر یک نماز طهارت نو میکنن
اگرچه در وقت همون نماز خواندن هم که چکیدن که گرفت، تو نماز تا خواندن بگیر نمازی تو درست است. این وضوی معذور میگویند، یعنی طهارتی که عذرناک هست. به این خاطر اجازت است که در حالت نماز هم که اگر پیشابش چکیدن هم که گیرد، نماز تا خواندن بگیر، نمازی تو درست می شود. خدا فرزند تو را حافظ قرآن و عمل کننده در قرآن گرداند. آمین و رب العالمین. سوالای زیاد موندن. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، شما فخر تاجیکستان ما هستید، خدا نگهبانتان باشد. ما یک گروه دانشجویان دانشگاه شهر قرغان تپه هستیم. ما از شما پیش از همه دعا خواهانیم تا که خداوند سبب گرداند دعای شما را و شفاعت کند ما را. و سوال داریم به شما، شبانه پیش از خواب مستحب داشته باشی و آن شب به حاجت خانه نارفته خواب کنی. سحر از خواب خسته طهارت دست و روی بکنی، نماز خواندن، جنازه خواندن قرآن و غیره جایز هست یا نه؟ خواهش میکنم با سوال ما جواب گردانید و دعای خیر در حق ما کنید. این برادرای دانشجوهای قرغان تپه بوده است و گفتن که شب مستحب میکنی. خیلی با دقت باشین، همین مسئله را یک بار دیگر برداشته بودین. شب طهارت کردین، مستحب کردین، آنچه که در وجود شما بود دور کردین، یعنی خلاص پای به طهارت خواب کردین. یا اگر طهارت هم که نداشته باشین، مستحب کرده خواب کردین. سحر وقتی از خواب بیدار شدین، شما دیگر میل اگر به حاجت خانه نداشته باشین، شرط نیست که دیگر استنجا کنین، شرط نیست، فقط دست رو کنین، رفته نمازاتون هر عبادتی که از خواندن گیرین جایز می شود. فهمیدین نه؟ فقط استنجا را در حالتی کنید که از پیش و پس چیزی براید، غیر باد. اگر بادم که براید، این حالت ده استنجا شرط نیست، استنجا شرط نیست، فقط طهارت دست رو کنید. با برآمدن باد استنجای شما نمیشکند، لیکن طهارت دست رو کنید. دست رو گفته باقی مانده اعضاهایی که دست و روی و دیگر هست، پای و همش شویه. همین مسئله رو خیلی با دقت باشه. همون عبارای مختصرة الاستنجاء من كل حدث غیر نوم و ریح. ببین استنجا را کنین در همه حالت مگر در دو حالت، بعد خواب یا بعد برآمدن باد. شما استنجا نکنید گفتن. مقصد الحال شما جمعه را میخوانید، طهارت دارین، میرین خواب میکنین. خواب که کردین برای نماز عصر باید چیکار کنی؟ وقتی اگر حاجت خانه که نرفتی، باز یک دست رو کو برای خاطر خوابت برده بود، یک دست روی دیگر کن، آمده نماز خواندن بگیر. شرط نیست که دیگر تو بین پات شویی، شرط نیست، لازم هم نیست، حاجت هم نیست. یا بعد مثال جمعه اگر باد شما برآمد، برای نماز عصر آمدن یک دست رو کنین، بس دیگر استنجا نکنین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله جمعه آینده از فضیلت های این ماه مبارک خدا خواسته باشد با پررگی من شما را خبر میدهم. اگر ما و شما صحت و سلامت و در حیات باشید. اینجا دعا کنید، گفته در حق مادری که فرزندش بیمار است، دعا طلب 5 سامانی دادن. در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند. و در اینجا در حق بابای پیر نظر که ویم دعا طلب کرده است و اینجا یک مکتوب دراز هم نویسانده است. یک مسئله دیگر به سمع شما رسانم که فراموش نشود، علال خصوص به برادرهایی که سوداگر هستند، جوانای عزیز و برادرای مهربان. اولا که در ماه مبارک رمضان اگر مبادا یگان گوییم که خیانت و یگان در حق ترازو حق یک برادر خوردن که از ماه رمضان 100% تو در ثوابش که محروم هستی. لیکن دوم این که در تمام دولت های اسلامی وقتی رمضان می شود، مردم مسلمان همه وقت
مال و اسباب و انجام قیمت نمیکنن. هیچ وقت ارزش گوشت و ارزش روغن و دیگر چیزهایی را که مردم به او احتیاج دارد وای بلند نمیبردارند مگر در همین ملک ما و شما که ماه رمضان شد مردم میداند که اکنون میخرند بازم این تاجایی که ارزان کند که برادر مسلمان روزدار است استفاده برد برعکس نرخ او را در بلند میبردد. در این البته با احتیاط باشین. گذار که اگر تو مثال بگیم این قدر جوان دلیر با غیرت ایماندار باشی همین یک ماه از درآمدت گذر اون قدر گپی نیست. اگر درآمدم بینی که یک کم درآمد بین دیگر شب ببخش به خاطر ماه مبارک همون نرخاتون در آسمان نبردارین. این باور که یک بیرحمی و بی انصافی نسبت یک برادر مسلمان من می شود. ما کی را مثال ما با کی جبر میکنیم؟ با همون برادری که وای اشاره 5 وقت نماز دارد یا دهان روزدار دارد همون در جبر میکنیم. ما و شما نرخامون در آسمان برداشتگی برای چی میدانیم که وای میخرد. ماه رمضان یک ماهی است که حتمی گوییم که وای بیچاره ضرور است که باید خرد. برای این بسیار در همین مسئله هم چه برادرایی که گوشت فروش باشند چه روغن فروش که اینا چیزایی هستند که برای روزدارا خیلی مهم و ضرور است. در همین ماه مبارک نرخ را نبردارین که به خدا قسم به انصافی می شود. شما به رحمی و به انصافی خطانه نشان می دهین. برای شاید این یک مدت اگر $100 شاید $200 فایده از روزدارا لیکن او پول فایده نیست. آن پول جبر می گویند. تو جبر کردگی همون $200 را یافتگی هستی. شاید باز از خدا یگان مشکلاتی میارد که با $200 هم جانت خلاص نمی شود. برای همین خیلی در همین ماه رمضان با رحم باشین با انصاف باشین. انشاءالله بسیار کوشش کنین که بعضی از یک سامان و نیم سامان و مثال دیگری که باشد گذر کنین خدا شما را ثواب می. در ماه رمضان در دولت های اسلامی ماشین دولت داراش آمده خیر احسان تقسیم میکنند. امروز ما مردم که قوت یوارم که نداشته باشیم اقلا همون نرخامون در کمتر انصاف کنین. در همین ماه مبارک انصاف کنید. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خداوند خاتمه